سلام عرض میکنم دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. دوستان عزیز، در این ویدیو آموزشی میخوام یک روش کسب درآمدی از ایردراپ های رایگان رو براتون بذارم که جدیداً صرافی بایننس یک ایردراپی گذاشته که به طور رایگان داره ارزهایی رو به مردم میده. خب شاید بگید ایردراپ چیه دوستان؟ ایردراپ به معنی اینه که مثلا یک نفر یک ارزی رو ساخته، مثلا میخواد بیاد این ارز رو به بازار معرفی کنه، مثلا چند عددش رو به مردم رایگان میده برای اینکه پخش بشه لای مردم این ارزها. و وقتی این ارزها رو رایگان داد به مردم، بعدش میاد لیست میشه داخل جای مثلا خرید و فروشش باز میشه. این مردم میان مثلا با قیمت ارزونی میان میفروشن به صرافی، دوباره اون ارزها رو عده‌ای میان میخرن از اون ارزها رو از اونا و خرید و فروش اینطوری انجام میشه. چون قبلش باید مردم بشناسن این ارزها رو، مثلا چه در ازای فالو کردن یک کانالی یا مثلا ثبت نام کردن داخل سایتشون این مبلغ رو به شما میده، هم که بتونه بازدید سایتش رو بالا ببره، هم از طرفی مثلا با یک تیر دو نشون رو بزنه، هم از طرفی بهتون کوین بده و کوین هاشو بتونه داخل بازار معرفی کنه. خب دوستان طولانیش نکنیم، بریم پایین ویدیو. روی لینکی که پایین ویدیو گذاشتم کلیک کنید، وارد این سایت میشید. این همون ارز جدیدیه دوستان، خیلی جدی بگیریدش، چون هر ارزی که تا الان اسم بیت کوین روش بوده خیلی صعود بالایی کرده، مثل بیت کوین کش و بیت کوین گولد و اینا که هر یکی به بالای 300-400 دلار الان قیمت دارن، چون زیر مجموعه بیت کوین هستن. اینم بیت کوین بلک، مطمئن باشید این ارز کم کم تا 200-300 دلار میره در مدت 5-6 ماه دیگه. اگه شما 3600 تا دریافت کنید سودهای میلیونی میگیرید، مثل ارز TWT، همون ترست ولت توکن که بایننس قبلا این ایردراپ رو رایگان داد به دوستان و ما اون موقع حقیقتش خیلی جدی نگرفتمش و دوستان این TWT رو ذخیره کردن، هر یکی 3500-4500 عددش رو ذخیره کردن. وقتی که لیست شد این ارز اومد قیمتش با $1 لیست شد و این 3500 عدد این دوستان شد 3500 دلار واقعا داخل بایننس و اسکرین میدادن به من و واقعا سودهای خیلی بالایی رو به جیب زدم. خب دوستان فرصت هستش دوستانی که نرسیدن TWT رو دریافت کنن از بایننس، این ارز رو میتونن، فرصت هستش که دوباره از طریق این ارز دریافت کنن توکن های رایگان رو. خب بریم سر اصل مطلب. وقتی روی یک لینک زدید دوستان روی ولت بزنید. وقتی روی ولت زدید شما میتونید کیف پول رو نصب کنید، مثلا کیف پول برای اندرویدی ها، برای iOS ها، برای کسانی که کامپیوتر از طریق پی سی نصب میکنن. اینجا هم مک و اینا و لینوکس، هر ولتی میخواید میتونید نصبش کنید. اینجا میگه فقط اگه میخوای آدرس رو بسازی روی اینجا کلیک کن، یک آدرسی بساز. خب اینا من دانلود کردم برای پی سی و اینجا یک برام یک ولت ایجاد کردم که کوین ها رو که دریافت کردم بتونم به اینجا بریزم و بعدش وقتی لیست شد داخل بایننس بریزم و در اونجا بتونم خرید و فروش انجام بدم باش. خب بعد از نصب ولت روی این دکمه کلیک میکنید، دکمه دوم که زدید ببین دوستان اینجا میگه فقط با وارد شدن 36 دلار بهتون میرسه. میتونه با هر دستگاهی فقط یک بار واردش بشید. هر چند تا دستگاهی دارید تو خونه‌تون میتونه با هر دستگاهی یه بار واردش بشید، ثبت نام کنید، زیر مجموعه خودتون بشید و اینکه کوین ها براتون بیان. مثلا 2-3 تا گوشی و کامپیوتر اینا دارید داخل خونه، برید با همشون ثبت نام کنید، زیر مجموعه خودتون بشید، یا مثلا روی لینک ما بزنید. خب وقتی اینجا وارد اینجا شدید ببینید
فقط کافی یک ایمیل اینجا وارد کنید. خب دوستان جیمیلتون اینجا وارد میکنید، روی اینجا من ربات نیستم میزنید، من ربات نیستم انجام میدید، روی سابمیت میزنید. وقتی روی سابمیت زدید دوستان ببینید اینجا میگه برای وریفای کردن باید به ایمیلتون برید، به جیمیلتون میرید، میگه برای وریفای کردن یک ایمیل براتون ارسال شد، حتما باید وریفایش کنید. ببینید اینجا یک ایمیل برامون ارسال کرد، یه لینکی به ما میده که ببین دوستان اینجا یک ایمیلی برامون ارسال کرد، باید وارد ایمیلی بشیم، ایمیلی که فرستاده بشیم و روی این لینک کلیک کنیم برای اینکه وریفای بشه. اگه نیامد در بخش اسپم و اینا روی اینجا کل ایمیل ها بزنید، میتونید پیداش کنید، روی لینک میزنید. ببینید میگه با موفقیت انجام شدش ثبت نام. خب این پایین هم میگه به ما دوستان ببینید میگه که شما با موفقیت انجام دادید. اینجا هم به ما میگه که ببینید در مورد بایننس حرف میزنه، میگه به زودی لیست میشه تو بایننس، این ایردراپش رو نصب خواهید کرد. خب دوستان وقتی زدیم جیمیل خودمون رو هم اینجا روی ریوارد میزنیم. وقتی روی ریوارد زدیم دوستان ببینید اینجا دوباره روی رجیستر میزنیم، روی رجیستر میزنیم دوباره. به اینجا اسم خودتون رو وارد میکنید، اینجا نام خانوادگی، اینجا یک ایمیل، همون ایمیل خودتون رو وارد میکنید. اینجا هم که فقط کافیه رو لینک ما بزنید. ببینید میگه با موفقیت انجام شد و میگه برای اینکه وارد اکانت خودتون بشید باید به جیمیلتون. ببین دوستان بعدش این ایمیل براتون میاد، رو اینجا کلیک میکنید، ایمیل دوم وقتی اومد اینجا کلیک میکنید، وارد این صفحه میشید. ببینید وارد این صفحه میشید، اینجا میگه که پسورد رو برای خودتون بذارید و اینجا هم ببینید دوستان وارد این صفحه میشید، اینجا میگه که پسوردی رو برای خودتون ایجاد کنید، اینجا هر دو جا یک پسورد رو میزنید، اینجا من ربات نیستم رو میزنید. وقتی روی من ربات نیستم زدید اینجا موتورسیکلت رو میگه انتخاب کنید. خب ببینید وقتی روی اینجا زدید دوستان روی این دکمه پایین میزنید، اینجا که تمام وارد اکانت خودتون میشید. اینم میاد دوستان ببینید این دفعه روی لاگین میزنید، این بار روی لاگین میزنید و وارد صفحه خودتون میشید و کوین ها رو دریافت خواهید کرد. اینجا دوستان شاید یک مدتی بگذره تا کوین ها بیادش، باید منتظر باشید تا خودشون براتون ارسال میکنن. همین ثبت نام کنید و دیگه اکانتتون رو ببندید تا کوین ها براتون واریز بشه. براتون ایمیل میاد، یک ایمیلی میفرستن که کوین ها وارد اکانتتون شده و میتونید برداشتشون بزنید و اگه فرستادن دوستان بهتون میگم چگونه برداشت بزنید. فقط شما کافیه ثبت نام کنید و تمام منتظر ویدیوی بعدی باشید، بهتون میگم چگونه دریافت و برداشت کنید کوین ها رو. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم، شاد و موفق باشید.